نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. بنا به سوالی که مطرح شده، دوستان عزیز گرامی، ایمان صحیح از یک نظر بر خوف رجا قرار داره. یعنی اگر ایمان واقعا ایمان درستی در وجود انسان جایگزین شده و توفیق به او داده شده، باید در مابین این دو چیز انسان زندگی بکنه. انسان مسلمان در مابین خوف رجا، به نسبت گناهان خود از الله متعال ترسیدن، به نسبت اعمال خود از الله متعال شاکر بودن، به نسبت گناهان خود از رحمت الله متعال که او مرا خواهد بخشید با توبه استغفار امیدوار بودن، و به نسبت اعمالی که ما داریم میکنیم احتمال این که این را الله قبول نکنه نسبت این موضوع ترس داشتن. اینه میگن خوف و رجا. از یک طرف ما باید بر اعمالی که در زندگی خود به عنوان اعمال صالح میکنیم نباید مغرور بشیم که مبادا الله متعال از ما قبول نکنه بنا به کدام مورد ریا و چشم این موارد. و به نسبت گناهانی که میکنیم هرگز نباید از الله متعال ناامید بشیم، چرا که او ارحم الراحمین است، چرا که او یحب التوابین هست، توبه کنندگان را او دوست داره. اصحاب کرام رضی الله عنهم، یعنی واقعا امروز در جامعه وقتی ما با دوستان برادر مسلمان خودمون صحبت میکنیم، یک فرق اساسی ما بین اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم و دیگر مسلمان ها در ما بین ما مشهوده. اونم اینه که اصحاب کرام رضی الله عنهم با اینکه یار نبی خدا بودن، همراه رسول خدا بودن، در میدانهای جنگ همراه ایشون بودن و در تمام موارد زندگی کل زندگی خودشون را برای رضایت الله متعال فدا کرده بودن، اما آنها می ترسیدن که مبادا من در نزد خدا نامقبول باشم و مبادا من منافق باشم. اما مسلمانیتی که امروز ما در ما بین خودمون داریم میبینیم اشخاصی که اصلا با نماز دین و دیانت هم هیچ کاری ندارن، بسیار امیدوار به خدا هستن. به چه بسا اشخاصی که اعمال نیک انجام میدن بیشتر از اونها نسبت رحمت الله متعال امیدوارن و هرگز به نسبت این موضوع که مبادا در نزد الله متعال نامقبول باشم، مردود باشم، منافق باشم، هیچ گونه ترسی متاسفانه وجود نداره. مشکل از کجاست؟ قرآن همون قرآنه، پیامبر همون پیامبر هست، مسجد همون مسجده، مکاتب همون مکاتب هستن. مشکل در تعلیم قرآن و سنت و در معلم هایی هستن که به عنوان معلمان دین در ما بین ما وجود دارن. وقتی که ما بین اصحاب کرام رضی الله عنهم در سیره و نامه می نگریم، حضرت عمر رضی الله عنه که خلیفه اموی المسلمین بودن، در زمان حیات خودشون وقتی که حضرت حذیفه رضی الله عنه صدا میکنن، حضرت حذیفه رضی الله عنه یار نبی خدا صلی الله علیه وسلم از اون اشخاصی بودن که به نسبت منافقان امت محمد صلی الله علیه وسلم نبی خدا ایشون خبر داده بودن که فلانی فلانی منافق است. گویا اسم 300 نفر از منافقین را نبی خدا به ایشون داده بودن تا که فاروق اعظم رضی الله عنه در زمان خلافت خودشون ایشون را صدا میکنن که یا حذیفه بیا تو به من بگو که آیا در ما بین اون اشخاصی که نبی خدا شما را به عنوان رازدار خودش قبول کرده و به نسبت اون اشخاصی که آنها را منافق قرار داده، آیا من در ما بین اون هستم یا نیستم؟ واقعا عجیبه. حضرت عمر رضی الله عنه با اون وحدت و با اون ایمانی که داره باز میترسه که من آدم منافق باشم، حال اینکه نبی خدا فرموده ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، عبدالرحمن بن عوف فی الجنه، سعد بن ابی وقاص فی الجنه، ابو عبیده بن جراح فی الجنه، سعید بن زید فی الجنه. نبی خدا اسم 10 نفر را از یاران خودشان به صراحت گرفتن که جنتی هستند و با تمام این موارد باز اشخاصی مانند حضرت عمر رضی الله عنه بسیار ترسان لرزان هستند که ما آدم منافق نباشند. چرا؟ چون که اونها در تعلیمات خدا و رسول خدا این بحث را خوب دریافته بودند که بله امروز نبی خدا به من همچین مژده‌ای داده، اما این که در آینده من کار خود را خراب بکنم و عرضم حضور شما که اون گونه که من باید باشم نباید باشم و من برگردم عقب، چه بسا الله متعال مرا مؤاخذه بکنه و مرا از ایمان سلب بکنه. چنانکه در قرآن سوره اسراء ما میخوانیم عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. این کلام الله متعال. عسى ربكم، امید از رب شما الله متعال بر شما، ان يرحمكم، این که بر شما رحم بکنه، اما و ان عدتم عدنا، الله متعال فرمودن اگر شما برگردین از راه دین خدا و رسول خدا ما هم برمیگردیم. این تهدید بسیار بزرگی. لذا اصحاب کرام رضی الله عنهم در تحت تعلیمات تعالیم قرآنی و نبی خدا صلی الله علیه وسلم از خود می ترسیدن که مبادا من منافق باشم.
اما امروز ما بسیار بیغم شدیم، ما شدیم یعنی خودمون زدیم به کوچه بیخبری و عرضم حضور شما که بسیار ما به نسبت این امور خیلی بی‌پروا شدیم و فکر می‌کنیم که با 5 وقت نماز جماعت این موارد اینا نعمت‌های بزرگی هستند، خودمون را بیغم قرار دادیم، بی فکر قرار دادیم. به نسبت این موارد اصلا فکری در زندگی ما متاسفانه دیده نمیشه. وقتی که صاحب راویان صحیح بخاری هست ابن ابی ملیکه رحمت الله علیه را ما میبینیم که ایشون فرمودن که من با 30 نفر از اصحاب نبی خدا صلی الله علیه و سلم ملاقات کردم و همه اینا میترسیدن که من باید منافق باشم، همه اینا از این ترس داشتن. چنانکه در داستانی هست حضرت ابن شماسه مهری رحمت الله علیه روایت میکنن که در وقت وفات حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه من در نزد ایشون بودم، ایشون چهره را برگردانده بودن به طرف دیوار و همینطور گریه میکردن، اشک میریختن تا که پسر ایشون برمیگردن به طرف پدر که ای پدر من مگر نبی خدا اما بشر که رسول الله صلی الله علیه و سلم بکره؟ ای نبی خدا شما را به این طور خوبی ها آیا بشارت نداره که شما این وقت مرگ اینطور دارین ترسان لرزان گریه میکنید؟ میگه در این وقت بود حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه چهره را برگرداندن به طرف پسر خودشون و فرمودن که بله من در زندگی من 3 حالت از من گذشته، بهترین چیزی که ما از اون امید داشتیم کلمه ایمان لا اله الا الله محمد رسول الله بوده، اما در زندگی من 3 حالت را در زندگی خودم تجربه کردم. یک در زمان جاهلیت که اون وقت دشمن خونی نبی خدا بودم و من قصد داشتم ایشون را بکشم و اگر من چنین قدرتی را می داشتم حتما این کار را می کردم، اما اگر من بر اون حالت از دنیا می رفتم من حتما جهنمی بودم. که بعد از اون در مرحله ثانی وقتی که الله متعال اراده اسلام من را کرد و اسلام را در قلب من انداخت، من آمدم پیش نبی خدا صلی الله علیه و سلم که یا محمد دست خودت را دراز بکن که من میخوام با شما بیعت بکنم. نبی خدا دستشون را دراز میکنن تا که بیعت بکنن، اما حضرت عمرو میگه من دستم را کشیدم. نبی خدا فرمودن به خاطر چی دستت را کشیدی؟ فرمودن که میخوام شرط قرار بدم. شرط شما چیه؟ که من هر گناهی که کردم اینا همه بخشوده بشن. نبی خدا فرمودن که اسلام و حج و هجرت اینا از اون اعمالی هستن که انسان قبل از اون هر عملی کرده باشه همه اینا به برکت این اعمال، به برکت این ایمان اعتقاد همه بخشیده میشن. اینجا بود که میگه من ایمان آوردم و از همه بیشتر نبی خدا صلی الله علیه و سلم در نزد من اهمیت احترام داشتن، اینطور با جلال و با عظمت بودن که من نمیتونستم ایشون رو کامل نگاه بکنم. و امروز اگر از من شما بپرسین که نبی خدا بر چه حالتی بر چه صورتی بوده او را تعریف بکنم، من قادر بر این نیستم و این بهترین مورد زندگی من بود و من اگر در اون موقع میمردم بسیار امیدوار بودم که من از اهل جنت میشدم. اما مرحله سوم بعد از نبی خدا صلی الله علیه و سلم برای ما اموری را به ما سپردن و ما را والی قرار دادن، ما را فرماندار قرار دادن، ما را استاندار قرار دادن، اما این که آیا به نسبت این موضوع آیا ما حق این وظایف را ادا کردیم یا نکردیم، گفتن که من در این مورد اطمینان ندارم. لذا این حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه هست که با تمام این کارنامه‌های درخشان در نزد نبی خدا صلی الله علیه و سلم بعد از حیات ایشون باز از مرگ میترسن و از جواب دادن به رب العالمین میترسن. لذا دوستان عزیزان گرامی همینه که ایمان صحیح بر مبنای خوف رجا هست که ما اگر احیانا گناهان را متوجه میشیم مرتکب میشیم که در زندگی ما گناهان هستن و ما مرتکب میشیم، به رحمت الله متعال باید متوجه شد و اگر اعمال خوبی را میکنیم باید به نسبت این اعمال خودمون مبادا ما را غرور برداره، بلکه ما باید بترسیم که احتمال اینکه الله متعال به کدام ریا و به کدام چشمی و به کدام ناخالصی این اعمال من را به چهره من بزنه، این احتمالش خیلی زیاده. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه از ایشون پرسیدن که شما به نسبت آیات قرآن بیشتر از کدوم آیه قرآن شما بیشتر متاثر هستین و بیشتر به نسبت کدوم آیه قرآن شما بیشتر در فکر هستین؟ فرمودن که بله الله متعال در قرآن فرموده که چه بسا شما فردا در نزد الله متعال و بدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله متعال فرمودن که فردای قیامت وقتی که در نزد الله متعال بندگان حاضر میشن برای اونا چیزهای آشکار میشه که اونا گمان نمیکردن. فکر میکرده طرف با ایمان است، اونجا مشرک در بارگاه الله متعال حاضر شده، فکر میکرده ثواب داره حال اینکه گناه بوده. لذا دوستان گرامی همینه، الله متعال بهمون توفیق بده. وقت کم هست لذا جملاتی مختصر بنده ارائه کردم، امید است که الله متعال از من هم قبول بکنه. در مابین خوف و رجا باید زندگی کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.